گوش دادن مؤثر در جهت بهبود روابط یکی از تأثیرگذارترین اقداماتیه که ما میتونیم تمرین کنیم و اونو به عنوان یک عادت متمایز و خاص تو خودمون نهادینه کنیم. لذت و درک شنیده شدن حس خاصیه که یک شنونده خوب میتونه به یک گوینده بده. به قولی مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا بتونیم یاد بگیریم با چه تمریناتی تبدیل به یک شنونده مؤثر میشیم. عمل به 4 اصل شما را به یک شنونده خوب و مؤثر تبدیل میکنه. این 4 اصل میتونه خلاصه ای از انواع کتاب‌ها، مقالات و دوره‌های آموزشی مرتبط باشه. در روند تبدیل شدن به یک شنونده خوب، ابتدا باید با دقت گوش بدید. کمی به جلو خم بشید. بدون اینکه وقفه‌ای در صحبت فرد مقابلتون ایجاد کنید، بهش گوش بدید. زمانی که کسی با شما صحبت میکنه، روی دهان و چشمان اون متمرکز بشید. تصور کنید چشمان شما لامپ‌های آفتابی است و شما میخواید صورت طرف مقابلتون رو برازه کنید. گفته میشه توجه معطوف عالی ترین شکل تملقه. هر بار که یک فرد عمیقاً توسط فرد دیگری شنیده میشه، عزت نفسش بالا میره. احساس مهم بودن و ارزشمندی بیشتری میکنه و در درون احساس خوشبختی میکنه. در نتیجه احساس بهتری نسبت به فرد شنونده و کسی که این احساسات مثبت رو توش ایجاد کرده پیدا میکنه. یکی از راه‌های گوش دادن مؤثرتر اینه که وقتی کسی میخواد با شما صحبت کنه، تمام عوامل حواس پرتی رو از بین ببرید. اگر در دفتر کار خودتون هستید، تمام کاغذها رو بذارید کنار. از منشیتون بخواید هیچ تماسی رو وصل نکنه و هر عاملی که موجب منحرف شدن توجه شما میشه رو از خودتون دور کنید. اگر امکانش هست از پشت میز خودتون بلند بشید، کنار فرد مورد نظر بشینید تا کاملا با اون چهره به چهره بشید و چیزی بین شما قرار نداشته باشه. اگر تو خونه هستید و یکی از اعضای خانواده میخواد باهاتون صحبت کنه، تلویزیون رو خاموش کنید، روزنامه رو بذارید کنار، موبایل رو بذارید کنار، هر چیزی که حواس شما رو پرت میکنه کنار بذارید. به سمتش بچرخید و رو در روش بشینید. کمی به جلو خم بشید. تصور کنید که گوش دادن به این آدم مهمترین کاریه که امروز میخواید انجام بدید. این کار در نهایت به عادت شما تبدیل میشه. کلید دوم در گوش دادن مؤثر عادت به مکث کردن پیش از پاسخ دادنه. به جای اینکه حین وقفه‌ای که فرد میخواد نفسی تازه کنه، سریع نظر خودتون رو بیان کنید، 3 تا 5 ثانیه و حتی کمی بیشتر اجازه بدید لحظات سکوت حاکم بشه. عادت مکث کردن قبل از صحبت 3 تا مزیت داره. اول، احتمال اینکه صحبت‌های طرف مقابل رو قطع کنید از بین میره، چون ممکنه مکث طرف مقابل برای جمع کردن افکار و ادامه دادن به صحبتش بوده باشه. دوم، وقتی مکث میکنید به وضوح به طرف مقابل نشون میدید که حرفای اون براتون مهمه و میخواید پیش از اینکه پاسخی بدید خوب فکر کنید. از طرف دیگر وقتی شنونده بیدرنگ حرف گوینده رو با نظرات خودش قطع میکنه، به وضوح نشون میده که اصلاً به حرفاش گوش نمیکرده و تنها مترصد فرصتی بوده برای صحبت کردن خودش. سومین و مهمترین مزیت، وقتی بعد از اتمام صحبت شخصی مکث میکنید، در سطح عمیق‌تری از ذهن بهش گوش میدید. با این کار حرفای طرف مقابل مانند آبی که در زمین فرو بره به اعماق ذهن شما نفوذ میکنه و باعث میشه جان کلامو بهتر درک کنید. سومین کلید برای گوش دادن عالی اینه که عادت کنید برای شفاف سازی بیشتر سوال بپرسید. هیچ وقت فرض رو بر این نذارید که منظور طرف مقابل رو به طور کامل متوجه شدید، مخصوصا اگر احتمال سوء تفاهم و سوء برداشت وجود داره.
در عوض صبر کنید و بپرسید منظور شما چیه؟ در اینجا یک قانون مهم وجود داره. کنترل در اختیار کسی است که سوال میپرسد. وقتی در یک مکالمه سوال میپرسید، کنترل گفتگو رو به دست میگیرید. شخصی که سوال میپرسه، فردی که به سوالات پاسخ میدهد را کنترل میکنه. وقتی این سوال رو میپرسید که منظور شما چیه یا دقیقاً منظور شما چیه، فرصتی برای گوش دادن بیشتر به دست میارید و بهتر مطلب رو درک میکنید. با این کار شما کنترل مکالمه رو به شیوهی بسیار آرام و حرفه‌ای حفظ میکنید. قاعده گفتگو اینه که گوش دادن باعث ایجاد اعتماد میشه. هرچی سوالات کاربردی بیشتری مطرح کنید و به دقت به پاسخها گوش بدید، اعتماد طرف مقابل نسبت به شما بیشتر میشه. شما رو بیشتر باور میکنه و نسبت به نفوذ شما پذیراتر میشه. بهترین راه برای ایجاد روابط با کیفیت با دیگران پرسیدن سوالات خوب و کاربردی و گوش دادن دقیق به پاسخشونه. قبل از پاسخ دادنم صبر کنید. برای روشن‌تر شدن موضوع سوال بپرسید. قبل از اینکه نظر خودتون رو مطرح کنید، سعی کنید بفهمید طرف مقابل چه فکر و احساسی داره. چهارمین کلید برای گوش دادن مؤثر اینه که پیش از هر گونه اظهار نظری، اون چرا که طرف مقابل گفته رو بازگو کنید و اونو با کلمات خودتون بازخورد بدید. دو نوع گوش دادن وجود داره که باعث ایجاد روابط با کیفیت میشه. اولین نوعش گوش دادن به منظور کمک کردنه. در اینجا شما به عنوان یک دیوار صدا برگردون عمل میکنید و بدون اینکه تلاشی برای اظهار نظر یا نصیحت کنید، تنها به طرف مقابلتون گوش میدید. شما فرد رو به حرف زدن تشویق میکنید و با طرح سوالات مفید ذهنش رو باز میکنید. گاهی اوقات تنها چیزی که افراد نیاز دارن یه فرصت برای صحبت کردن با کسی که خواه با تکون دادن سر، خواه با سکوت و پذیرش بدون قضاوت یا نصیحت اونا رو تایید کنه. بسیاری از روان درمانگران تنها با هنر شنیدن کسب درآمد میکنن. مراجع 50 دقیقه بی وقفه صحبت میکنه و اونا در سکوت بهش گوش میدن. جلسه تموم میشه. مراجع حق ویزیت رو پرداخت میکنه و قرار ملاقات بعدی رو تعیین میکنه. شکل دوم گوش دادن فعال یا بازتابیه. تو این حالت شما به طور مستمر افکار طرف مقابل رو تو قالب جدید بازگو میکنید و بازخورد میدید. مثلا فرد در مورد دعوایی که با رئیس خودش داشته اظهار ناراحتی و شکایت میکنه. شما میتونید این گفته رو به این شکل منعکس کنید: انگار بحث با رئیست عمیقاً روی عزت نفس تأثیر گذاشته. در هر دو شکل گوش دادن، استفاده ماهرانه شما از مهارت گوش دادن باعث میشه علاقه و احترام دیگران رو نسبت به خودتون افزایش بدید. در نتیجه اونا نسبت به نظرات و نصیحت‌های شما بسیار پذیرا میشن و نفوذ کلام شما تو ذهنشون به مراتب بالا میره. شنوندگان خوب همه جا مورد استقبال قرار میگیرن. خب از امروز شروع به تمرین این 4 تکنیک بکنید و تو اولین قرار ملاقاتتون اونو به کار ببندید. تاثیرگذاری و نفوذ کلام روی دیگران برگ برنده افرادیه که میخوان از روابط اجتماعیشون حد اکثر لذت رو ببرن و دیگران رو همراه خودشون کنن. خب حالا که موفق شدید با تغییر عاداتتون هدف روابط اجتماعی لذت بخش رو تیک بزنید، با من همراه باشید تا با هم روی هدف سلامت و تندرستی تمرکز کنیم. بتونیم به یکی دیگر از اهداف مشترک همه انسان‌ها دست پیدا کنیم. ممنون که همراه هم بودید. در ادامه همراه هم باشید.